تازه‌های اخبار تاجیکستان و جهان رو من شعله گلخوجه تقدیم شما میکنم. اینجا استودیوی مرکزی رادیو زودی است و نخست میبینیم که امروز 27 سپتامبر کدام موضوعها را داریم. اوفی مولو همگی 7 ماه دوما کرد. صدرالدین مولویف متهم به عضویت در سازمان ممنوع جماعت تبلیغ را بازداشت کردند. اوی بود روز شنبه بیگایی عصر دا محکم کردند. شنبه وقتی پلیس راهزنی میکند در ولایت مسکو به تفتیش قضیه پولستونی و لطوکوب بیرحمانه مهاجران شروع نمودند. و ایستگاه‌های غیر رسمی در دوشنبه کار مسافران را آسان ولی مقامات و ساکنان گرد و اطراف را بی‌ضابطه کرده است. هر شب دوای میکنن که بیا بیابون سفر کنیم، ما را نمیره مقصد دستان میکشیم بیا بریم. اما برنامه را آغاز میکنیم از یک اقدام خیریوی سفارت آمریکا در تاجیکستان با هدف جلب کودکان به کتابخانه. این نهاد در دایره یک برنامه هزارها کتاب بدیعی را به خوانندگان مکتب‌های کشور تقدیم نمود. کارشناسان در تاجیکستان معمولا از کم بودن توجه به کتابخانه اشاره میکنند. زرانگیز نوروزشو و شادمانی یتیم در مراسم تقدیم کتاب‌ها در نویه ورزاب اشتراک کردند. در سال نو تحصیل مؤسسه‌های تعلیمی و مکتببچه‌های تاجیک صاحب صدها هزار کتاب تازه نشر بدیعی می‌شوند. آژانسی ایالات متحده آمریکا اید به رشد بین‌المللی یا یوساید در دایره لایحه همراه بخوانیم تقدیم ادبیات بدیعی را به خوانندگان از ناحیه ورزاب شروع کرد. به محصلین و مکتب‌های این ناحیه بیش از 9000 کتاب تقدیم شد. یعنی کودکان نه که در فقط در کتابخانه مؤسسه در درس‌های هر روزشون نیز از روی فعالیتشون کتاب‌های مذکور را استفاده می‌کنن. در مراسم تقدیم کتاب‌ها که با حضور صدها خواننده و آموزگاران برگزار شد، هدف از این اقدام را رشد کتابخانه و توجه به ادبیات بدیعی از سال‌های نخستین تحصیل نامیدند. بینندگان عزیز، گزارش کامل همکاران ما را می‌توانید در آزادی ویدیو تماشا کنید. یک فرد متهم به عضویت در سازمان ممنوع جماعت تبلیغ که به گفته نزدیکانش با وعده عفو به تاجیکستان آمده بود بازداشت شده است. مقامات انتظامی این قضیه را شرح نمیدهند، اما نزدیکان صدرالدین مولویف گفتند او یک هفته می شود در بازداشت است. حقوقشناسان برینند افرادی که با وعده عفو به تاجیکستان برمیگردند و بدون شرح و توضیح بیشتر بازداشت می شوند. برنامه بازگشت اختیاری و ضمانت عفو و آزاد شدن گمانبران دیگر را زیر شبهه می‌گذارد. میرزا نبی خالقزاد با تفصیلات همین موضوع. صدرالدین مولویف عضو سابق سازمانی در تاجیکستان ممنوع جماعت تبلیغ بعد از نیم سال بازگشتش به تاجیکستان دوباره دستگیر شد. او با مساعدت مقامات امور داخلی از ترکیه با وعده بخشش گناه به تاجیکستان آمد. خانواده صدرالدین مولویف میگویند او را سنه 22 سپتامبر کارمندان دادستانی کل دستگیر کردند. روز جمعه اوی بود روز شنبه بیگایی عصر دا محکم کردند. شنبه صدرالدین مولویف از سال 2009 تا 2013 برای دعوت عمومی برای عملی نمودن فعالیت اکستریمیستی افراطگرایی در حبس بود. 6 سالش دادن. 4 سال دا برآمد. بعد اومد اینجا ما گفتم که یه بیسی قطعه بسیار گرم میکنن، خیلی هم کلوبم تریاک گرم میکنن. بعد گاو جویم رفت یک 3 و 4 موجه استود، رفت خونه خلاص یک سالی سودن. بعد اینجا طول رفتن. در ریاست مبارزه بر ضد جنایت‌های متشکل گفتند افرادی که نسبتشان پرونده باز شده است و با خواهش خود از خارج به تاجیکستان برمیگردند نباید بازداشت شوند. در این ریاست گفتند بازداشت صدرالدین مولویف را تحقیق نموده بعداً اطلاع بیشتر خواهند داد. در دادستانی کل که به گفته خانواده مولویف پرونده او را باز کردند به خاطر خلل نرسانیدن به تفتیشات معلومات ندادند. بازداشت صدرالدین مولویف در حالی است که او پس از به دوشنبه آمدن در یک نوار ویدیویی که وزارت امور داخلی تهیه نموده ماه فوریه در شبکه‌های اجتماعی نشر کرده است میگوید با بازگشتن به کشور مورد عفو قرار گرفته است. مولویف در نوار ویدیویی تاکید میکند که حالا از عضویت در سازمان جماعت تبلیغ پشیمان است و از آن دست کشیده به زندگی عادی رو آورده است. از همه درخواست میکنم که با خواهش خود اعتراف کرده عریضه بنویسانند با اوباب جمهوری تاجیکستان و یک با ششم دل ایرا به نظر گرفتن نسبتشون قانون عفو تطبیق میشه.
صدرالدین ملایف 35 ساله داماد روحانی معروف ملا حیدر شریفزاده بوده. او را در شهر کولا با نام ملا صدرالدین میشناسند. روز 28 سپتامبر در افغانستان انتخابات پرزیدنتی برگزار می شود. بسیاری از جوانان افغان که بعد فروپاشی حکومت طالبان در سال 2001 به وای رسیدند، پگاه برای اولین بار در انتخابات اشتراک می کنند. خبرنگاران رادیو آزادی از آنها پرسیدند که چه انسانی را در کرسی ریاست جمهوری افغانستان دیدن می خواهند. همین رقم که ما زحمت میکشیم، امید است که به کسی که رای میتیم زحمت بکشه و به خاطر امنیت افغانستان، اقتصاد افغانستان، به ورزش افغانستان خدمت بکنه. امسال تازه 18 خودم پر کردم و میخوایم به کاندید مورد نظرم که ما با او باور دارم که یعنی واقعا میتونه آینده مرا بسازه در رای بتم بدون مجبوریت از اینکه ما از طرف فامیل مجبور شده باشم که برای یک نفر رای بتم. در این 18 سال زندگیم بخصوص در 2 سال آخر بهترین دوستایم از دست دادم که در جنگ انتحاری از بین رفتن و چیزایی هم که به دست آوردیم در مقابلش مثلا مدالایی که در 2 سال داشتم، ولی میخوایم در آینده این چیزایی که از دست دادیم دیگه نتونم از دست بدم. کلا دوستایم همه پیشم باشن. ما بسیاری از چیزا را از دست دادم در وقت حکومت اشرف غنی. در وقت حکومت کرزی وظیفه بود به دختر خانم‌ها، به پسران، به جوانان بسیار وظیفه بود و در وقت حکومت اشرف غنی بسیاری از جوانان ما از وظیفه پسماند شدند. خب کسی را که من انتخاب میکنم من از او خواسته‌های بسیار زیادی دارم و منم یکی از او خواسته امی است که من به آرزوهای خود، به امیدهای خود برسم، چون تا اینجا که ما رسیدیم بسیار به مشکل رسیدیم، اما ایرا من میفهمم وقتی که طالبا با دولت یک جای شوه این خواستهای ما از بین میره. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. در شهر بالاشیخ ولایت مسکو روسیه نسبت ماموران دستدرازی پلیس تفتیش خدمتی شروع شده است. ماموران وارد منزل اجاره مهاجران شده به آنها در افتادند و پول خواستند. 2 مهاجر ازبکستانی از آشیانه دوم به زمین پریدند. شاید این قضیه از مد نظرها دور میماند اگر حامیان حقوق بانکی استراب نمیزدند. تلویزیون نسته شیوری در این باره گزارش آماده کرد. مطلب را طاهری سفر تقدیم میکند. طور معلوم شد هنگام حادثه کارمندان پلیس لباس ملکی در تن در حالت مستی قرار داشتند. آنها به خانه در آمده پول طلب کردند. بعد لطوکوب بیرحمانه نمایندگان حفظ قانون به زادگان آسیای مرکزی با سلاح تهدید کردند. 2 نفر آنها به فشار تاب نیاورده از دوم آشیانه خود را به بیرون پرتافتند. یکی از آنها پای و دیگری ستون مهرش شکسته بیهوش شد. دیروز ساعتهای 10 به 11 شب ما خوراک می‌خوردیم. ناگهان 2 کارمند بخش جستجوی جنایی با لباس ملکی آمدند. آنها یک باره به لطوکوب بچه‌ها آغاز نمودند. وقتی نوبت به من رسید یکیش تپانچه را برآورده گفت که میپراند. دیگر من چیزی را در خاطر ندارم. وقتی به خود آمدم در زمین با پای شکسته میخوابیدم. دو مهاجر که از تیریزه پریدند بیش از 1 ساعت روی زمین ماندند. هیچ که از این 2 افسر دست دراز یاری تجلی را دعوت نکرده است. آنها در این وقت به لطوکوب مهاجران اجاره نشین در خانه و طلب 10,000 روبل روسی ادامه میدادند. با مثل بازپرسی بود. حتی حجت خود را نشان ندادند. از من پرسیدند که از کجایم. گفتم از قرقیزستان. وقتی به سوالها پاسخ میدادم ناگهان بر رویم سخت ترسکی زد. مهمانی بیهوش در روی زمین خوابیده را همسری صاحب خانه بعد از 1 ساعت هنگام بازگشت از مغازه دیده یاری تجلی را دعوت کرد. افسران متهم به غارت کارمندان بخش جستجوی جنایی به بیمارخانه آمده از جبر دیده ها طلب کردند زیر عریضه امضا گذارند که طبق آن گویا هر 2 نفر با همدیگر جنجال نموده از تیریزه پریدند. مهاجران شاید از ترس یا از دلسوزی حجت را حتی نخوانده امضا گذاشتند، ولی این حادثه از نظر حامیان حقوق دور نماند. این من به نوبتداری دادستانی ولایت مسکو زنگ زدم. او به من رقم تلفن کمیته تفتیشاتی ولایت مسکو را داد. من به آنجا زنگ زدم و عریضه مرا قبول کردند.
در نوبت خود حامی حقوق ولنتینا چوپیک به شعبه امنیتی مراجعت کرد. همزمان او به مهاجران باقی مانده جبر دیده که در خانه مانده بودند در نوشتن عریضه کمک کرد. онҳо ду нафара баргаштанд ва ба латукуби шаҳрванди қирғизистон Умаров идома доданд. вақте муҳоҷир меафтод фармон медоданд ки бархезад ва боз мезаданд. аз ӯ 10,000 рубл талаб мекарданд. در همین حال از شعبه کارهای داخلی ولایت مسکو قضیه را به نشریه подмосковье сегодня این گونه شرح دادند. аз рӯи ин ҳодиса тафтишот оғоз шудааст ва дар ҷараёни он тамоми паҳлӯҳо омӯхта мешавад. дар сурати ошкор шудани айби милисаҳо онҳо аз сохторҳои милиса ронда мешаванд ва бар асоси қонун ба ҷавобгарӣ кашида хоҳанд шуд. ба ҷуз ин раҳбарони бевоситаи онҳо низ ба ҷавобгарӣ ҷалб мешаванд. در این بین مهاجران جبر دیده از بیم عملهای ناشایسته حمله‌وران به منزل دیگر کوچیدند. ماموران پلیسی حمله‌ور تا حال در آزادی هستند. برمیگردیم به تاجیکستان. در شهر دوشنبه ایستگاه‌های غیر رسمی برای مقامات و بعضی ساکنان گرد و اطراف دردسر ایجاد کرده است. به قول مسئولین کار این گونه توقفگاه‌های خودجوش باعث تنبشوی ماشین‌ها، سر زدن صدمه‌های نقلیاتی و تشویش ساکنان گشته است. هرچند خود رانندگان سبب پیش می‌آورند و میگویند ایستگاه‌های رسمی دورند و مسافران برای رسیدن تا آنجا وقت و پول بیشتر خرج می‌کنند. علیشیر ظریفی و شهلای عبدالله نظری همه طرف در این موضوع شنیدند. به نظامی توقفگاه‌های غیر رسمی که در شاهراهای اساسی و کنار دوشنبه تشکیل شدند مردم را به تشویش آورده است. آنها میگویند هر لحظه به جان آنها خطر تهدید میکند. این تنها میتواند که حکومت به ترتیب نظام بدرد. این خطر ببینید سر و صدا زیاد ناراحت کننده است. آگاهان امور میگویند یکی از سبب‌های تنبشوی و صدمه‌های نقلیاتی حضور ماشین‌های زیاد در چنین توقفگاه‌های خودجوش میباشد. به همین ساکنان شهر خلل میرسونند. هر شب دعوی میکنند که بیا با یاون سفر کنیم، ما را نمیریم، مقصد دستان میکشیم بیا بریم. اگرچه برخی از ساکنان مخالف چنین توقفگاه‌ها باشند، قسم دیگر جانبداری در حدود پایتخت قرار داشتن آنهایند. سنگایی که در داخل شهر است برای شهروندان خیلی خوب است که شهروندان با کجای بخواهند سفر میکنند. برخی از راننده‌های چنین توقفگاه‌ها هم میگویند ساکنان هوسمندند از جای روند که به آنها نزدیک باشد. مسافران میگه اگر امکانیتش باشه همین جای یگان ترمینال بکشند که از سعدبرگ و فیض‌آباد مسافران برند. از این توقفگاه‌های خودجوش که در کنار بازار سخاوت قرار دارد، مسافرکشان به ناحیه‌های پنج، دوستی و دیگر ناحیه‌های بختر سفر می‌کنند. راننده‌های مسافرکشانی پایتخت میگویند آن به کار اتوبوس‌ها مانع ایجاد می‌کند. تو میشه که ما می‌میم اینجا جون نمی‌میم که اتوبوس زمان کنیم مسافرای فروریم. در دیم پلاسه میسیم که در سیم پلاسه میسیم این خمه سیم جداد میکنیم نمیشه. در نهادهایی که به فعالیت توقفگاه‌ها در کشور نظارت می‌برند وجود توقفگاه‌های خودجوش را تصدیق نموده گفتند از فعالیت آنها ناراضی‌اند و بارها از روی آنها به نهادهای گوناگون شکایت بردند. خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات در جمهوری تاجیکستان که در وزارت نقلیات چنین اداره هست باید ما را دستگیری کند. ما همه آدم‌ها را به تنظیم در آورده چی کرده افتا شد تفتیش کرده جهت تکنیکیش راننده را سلامتیش دیده چی کرده پتن بگیرن. اگر هرچند مشکل توقفگاه‌ها و نگرانی‌ها از بی‌نظمی در کار آنها بارها صدا داده است ولی هنوز این مسئله حل نشده باقی مانده است. و بانک جهانی در ولایت ختلان 25 سپتامبر تطبیق برنامه نوی را شروع کرد که تامین آب و معیارهای بهداری یا سانیتاریه را در مناطق دهات در نظر میگیرد. طرح با ارزش 58 میلیون دلار به حکومت تاجیکستان باعث کمکی به بازگشت داده می شود. فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. برای همراهیتان تشکر میگوییم. تا نشرین برنامه نوبتی از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. گزارش و نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب دسترس خواهد بود. صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی در خدمت شما قرار دارد. تا ملاقات در هفته نو. خدا نگهداری هر یک شما عزیزان باشید.